مصاحبه جنجالی عادل فردوسی‌پور و محمود فکری. ببینید طرز فکر محمود فکری چجوری میگه منم برم یه گوشه یه تیزی بردارم یه خط به خودم بندازم. واقعا متاسفم برای شماهایی که با این طرز تفکر بزرگ فوتبال ایرانید و مربی تقریبا 20 بازیکنید. اونا میخوان چی یاد بگیرن از این طرز فکر شما. ببینید منم میتونم برم الان یه گوشه وایستم یه خراشی بندازم رو گردنم رو صورتم. آقا بی خیال دیگه بابا محمود خان چی آقا میگی بی شما؟ خیال نداری که منم میتونم آقا بگم آقا شما مگه میشه؟ آقا من به خدا آقا خیلی ببین آقای فکری، آقای فکری خیلی ساده شما میتونستی با یه عذرخواهی، ما با عذرخواهی یا شما با عذرخواهی؟ نه 100% شما با عذرخواهی. آقا زدی بچه مردم رو گرفتید، اگه 100% 50 نفر ریختی سر بچه مردم، کتکش زدید. خبرنگارتون آیدی کارت نداشته. آقا ول کن اصلا دو تا شهروند